و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. ایواز الحمدلله خوب است. ما آمین آمین. الله دعایتان قبول کنه و الله شما را حفاظت کنه. مسواک، ایواز مسواک بله برس هم استفاده کنیم میشه. خب مسواک باشه، زیرا مسواک چیز آسان است، هر وقت میشه. زیرا پیامبر هم بسیار وقت مسواک میزد، یعنی از خواب میخیست، از خواب که وقت خواب میکرد پیش از نماز تا ده استاد شدن نه و هر وقت میشه، یعنی استفاده برس خانم باز دان تا کریم برس زدن مشکل است، بخون مشکلات خود دارد، اما میشه با خدا پاک کنیم استفاده و هدف باقی است و هم میشه. اما به درجه مسواک یعنی امو مواد کیمیاوی که مسواک با فایده دهن داره و با پاکی و با اونم، یعنی اون مسواک که باشه دائم آدم از او استفاده میتونه. مسواک باشه برس هم استفاده کنیم. و دوم ای که سوال دوم تانی بود که درود گفتن. درود در این اختلاف علما است. فرض است بعضی رکن نماز میگه اگه خوانده نشه یعنی نماز باطل میشه، بنان درود حتمی بخوانیم دیگه، ضرور است. خاطر خروج از اختلاف هم خود دلایل مختلف خود دلایل داره. درود خوانده شود، درود بخوانیم. و سوم تام جواب میگم. سوم چی بود؟